کانال اسرار دست. من صدای خطوط هستم. در این کف دست خط زندگی با انحنای باز و طبیعی از پایین انگشت اشاره آغاز می شود و با قوسی منظم تا نزدیکی مچ امتداد دارد. این یعنی فردی با انرژی حیاتی بالا، اراده قوی و قدرت درونی برای عبور از مسیرهای دشوار زندگی. در ابتدای خط زندگی، خطوط فرعی ظریفی دیده می شود. اینها معمولاً نشانه‌هایی از تجربه‌های احساسی یا خانوادگی در دوران کودکی هستند. تأثیراتی که ممکن است هنوز ردی از آنها در تصمیمات امروزت باقی مانده باشد. مسیر این خط در اواسط دست کمی عمیق‌تر می شود. نشانه‌هایی از ورود به دوره‌ای با تغییرات جدی و نقطه عطف در زندگی. ممکن است این دوره با استقلال، مهاجرت، تغییر شغل یا جدایی همراه بوده باشد. در انتهای خط یک شاخه فرعی به بالا متمایل است و این نشان از بازگشت به مسیر درونی، رشد معنوی یا تمرکز بر هدفی شخصی در مراحل بعدی زندگی دارد. مسیر تو مسیری خطی و یک نواخت نیست، اما دقیقاً به همین دلیل زیبا و پرمعناست. هر چالش سنگفرشی برای استوارتر شدن تو بوده و هر انحنا فرصتی برای درون نگری. تو از دل پیچیدگی ها می گذری، اما با نگاهی باز و روحی محکم. هر دست داستانی دارد. بیایید بخوانیمش.